گایز خوش اومدید تو منم امروز چنل که امروز میریم با هم فریکیکو به گفته انگلیسی یا ضربازات رو به هم تمرین کنیم که شما هم همیشه ضربازاتتون رو گل کنید و دیگه اصلا ضربازاتتون رو خراب نکنیم. پس حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید که خیلی آموزشی. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اولین چیز باید قدرت بازیکنتون بالا باشه و ببینید زاویه راست حرکت جویستیک رو ببینید اینجا قدرت شوت هم باید چیل باشه، چیل فسن هم ببینید. زاویه چپ حرکت جویستیک باید اینجوری باشه و قدرت شوت هم تا 30 اینجوری گل کنید. زاویه وسط حرکت جویستیک باید اینجوری باشه و قدرت بازیکن هم تا 50 باشه کافیه و میتونید باهاش گل بزنید. زاویه دور چپ حرکت جویستیک قدرت بازیکن تا 80 و ضربه آزاد. زاویه دور راست حرکت جویستیک باید اینجوری باشه، قدرت شوت 60 و اینجوری ضربه آزاد بزنید. پاس‌های هوایی در ضربه آزاد شما باید بالای 30 کم فشار بدید و اینجوری پاس بدید و اینجوری سریع گل کنید. این هم مثل کورنره. پاس کوتاه باید بی رو شوت کنین سمت پشتتون و اینجوری تعادل در. خب دوستان این هم بود از این ویدیوی فریکیک یا ضربه آزاد که اگه از این ویدیوها زیادتر دوست دارین حتما تو کانال ما لایک سابسکرایب زنگوله اقلشو بزنید که سریع بهتون نوتیفیکیشن بده و اون ویدیو رو نگاه کنید و حتما تو تلگرام هم جوین میشین که تو دیسکریپشن لینکشو میذارم، اونجا هر مشکل داشتین حل میشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.